بیا مو هم اختر په خیر ستړي مه شئ هغو دوستانو ته سلام چې همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله تر دې دمه مو ستر شخصیتونه له ځان سره درلود له د هغوی سره مو د هغوی پر فعالیتونو باندې او د هغوی پر اختریزو شیبو باندې بحث او خبرې درلودې اوس هم زموږ سره په خپرونه کې یو له هغو فعاله مېرمنو څخه مېلمنه ده چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې خپلواکه نماینده وه هغوی غوښتل چې دغه رسم مات کړي چې باید یو نارینه د افغانستان ولسمشر واوسېږي دې ته ورته نور فعالیتونه هم لري دا چې څوک ده خو حجره به موږ سره وپېژني حجرې څوک را سره مېلمنه ده نو اغلې خدیجه غزنوي په خپرونه کې زموږ سره او اغلې خدیجه غزنوي ډېر فعالیتونه لري د ښځو په برخه کې بلا فعالیتونه کړي دي او هیله ده چې دغه هیلې ته یو ورځ ورسېږي چې په افغانستان کې ریاست جمهوري ته ورسېږي که دا نه وي د دوی لمسیان واوسي که دا نه وي لمسیان نه اوسېږي د ښځو له جملې څخه اوسېږي ستړي مه شئ او سهار مو نیک مرغ اختر مو مبارک سلامت باشین زنده باشین به شما مبارک باشه خانم میشه در نخست درباره آمادگی های عید بگوین که چی آمادگی گرفتین طبعا که خانم ها زیاد لباس میگیره برتون شما چند جور لباس گرفتین برتون ما اصلا زیاد سر لباس فکر نمی کنم سر از این فکر میکنم بهترین لباس برای یک خانم صلح و امنیت است که روزای دیگه ما بتانیم که یک آشتی داشته باشیم کلک برادرای ما و خواهرای ما به یک آرامی زندگی کنه واقعا بانو غزنوی عموما خواستیم چون فعالیت های شما در بخش سیاسی بیشتر هستند خواستیم که از این بخش سیاست به اجتماع بریم خواستیم که از ایده های گذشته شما پرسان بکنیم خواستیم که از زندگی شما پرسان بکنیم که ایده ها چگونه بود حال ایده ها چگونه است در سابق چگونه بود از ایده های خودترکیتان برای ما قصه ایده سابق که بود انتظار می بودیم که پدر و مادر ما برای ما چی میگیره و بسیار به هیجان صبح از خواب میخیستیم و شب دستای ما را خینه میکردن و صبح میخیستیم وقتی که چشمای ما میکردن و منتظر بودیم که چند لباس بر ما گرفتن در روز اول چی را بپوشیم بر روز دوم چی را بپوشیم و بسیار به یک هیجان ما می رفتیم طرف لباس پوشیدن و انتظار می بودیم که پدر ما از بیرون بیای بر ما ایدی بده و به یک صفا و خوشی و بسیار به یک خاطر جمعی ما ایده تیر میکردیم و بعد از اینکه عید شروع میشد روز اول عید بزرگا پیش پدر ما می آمدن و خوردا و ما می رفتیم پیش بزرگا بسیار به یک صفا و صمیمیت زندگی میکردیم. چقدر تفاوت اومد در بین او عید و ایدی؟ خب او ایدایی که ما زندگی میکردیم واقعا یک عیدی بود که با یک نشاط و خنده و آرامش شب که خواب میکردیم بسیار متوجه میبودیم که چی وقت صبح میشه و ما چطور میتونیم بیدار شویم اما حال بسیار مردم متاثر است به خاطر که شرایط امنیتی خوب نیست مردم بسیار پریشان است و وضع اقتصاد مردم بسیار خراب است نمیتونن که آرزوهایی که دارن که یک فامیل باور کنین که حال ما کسایی را میشناسم که شما لباس عید میگن نان خوردن ندارن و رمضان با بسیار مشکلات گذشتاندن و کلی منتظر یک آرامی است که باز همون گذشته ها بیایه و مردم با یک صفا و صمیمیت زندگی کنه. خانم غزنوی وقتی در عید برتان ایدی میدادن چرا که اگر برتان میوه میدادن یا پیسه میدادن زیاد خوش میشدین؟ پیسه میدادن زیاد خوش میشدیم که بازو را میرفتیم به تب دل خود باز یک قوطیگک داشتیم دو جمع میکردیم و به میوه هم خوش میشدیم متفاوت بود مثلا پیش کاکا و ماما و اینا که میرفتیم پیسه میگرفتیم پیش اما که میرفتیم میوه میگرفتیم به هر صورتش بسیار خوش بودیم روزی شده که همون قوطی که شما از پیسه پر کردین ایدی پر کردین اون را کسی دوزی کرده باشه نه خیر بسیار احتیاط میکردم نگاه میکردم واقعا کدام در سن خودترکیتان در سن جوانیتان در سن فعلیتان کدام ایدتان خیلی خوب بود براتان ازشان خاطره خوب دارین ما از ایده که بسیار زیاد یک ایده بسیار خوب بوده در ایده بود که ما بیرون بودم از افغانستان پس که از افغانستان آمدم در یک اید بودم همراه فامیلم بسیار یک عید خوب بود بسیار خوش بودم یعنی بعد از وقتای زیاد مسافری به خانه بله بسیار یک تاریخ
که برتان بگوییم باور نمیکنین و سابق شرایط قسمی بود که دخترها کارسی میکردن میرفتن دیگه به نسبت بی‌امنیتی و اینا 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال نمی بودن و وقتی که پس آمدم باز دیدم که اما تو خواهرای مسئول لباس آسو به یک دوستی و صمیمیت ما چی کردیم واقعا اموی برای ما بسیار دید خوب بود که همراه فامیلم بودم. در خانه با اولادایتان کدام آماده کردین که برشان بتین یا قصد دارین که برمگیشان ایدی بتین؟ بله من چیز دارم دادن چی دارم نواسط دارم یکیش یوسف است یکیش یونس است بسیار کوشش دارم که بر از اینا یک لباس بسیار مقبول خود که اینجا برای چی دمیری ما ایدی میره دیگه لباس بسیار خوب برش بگیرم دیگه گرفتیم لباس هایشان اونا دیگه بسیار هیجانی هستن که برشان بپوشانیم و بسیار خوش بگردن. واقعا از این برای ما بگوین که ایدای دختر خانما البته از خواستن از دختر خانما در زمانی که آرسی میکنن بعد از آرسی خوبتر میباشن یا اینکه پیش از آرسی باز خوبتر میباشن؟ بالا دختر خانما وقتی که نامزاد میباشه بسیار خوب است ایدی میایه و دسرخان است و ما منتظر از دختر که بر من پیسه میده یا لباس میخره یا خوشی میباشه. از ما بچه ها دیگه بدترین ایدی اموی خواهش میکنم دختر حال او تو نیست حال حقوق مساوی است اما دسرخانی که به دختر میره و بچه هم میایه ایج وقت بله خیلی باید ما خانه را زنگ بزنیم که حتما این تو خبرش هست باز ما باید زنگ بزنیم که آمادگی بگیره برای بله دو طرف است. از خانما و آقایان یا هم بگویم که از خانما ایدهایشون چگونه هستن چند روز می باشن ما میبینم آجرا جان که بره دیگه هم 3 روز دیگه یتیم میکنن باز دیگه 1 ماه نمی باشه. خب آجرا جان مثال دادن خانما 3 روز خدمت میکنن برای مردا به خاطر که رفیقا و دوستای شما که میایه پذیرایی هیچ خلاصی ندارن باز حق دارن که 9 روز ما عید داریم دیگه. 9 روز بله کسی 1 ماه میکنه نه همین تا 9 روز خلاص میشه. بعضی سلویخ برازی کنیم یا میشن همون سلویخ نوروز هم شیرینی میبینی خلاص میشه دوباره میخرن مردم نه خلاص نمیشه انشالله مردم بسیار کوشش میکنن که نگاه کنن کوشش میکنن قدر بگیرن که کی میایه. خانم غزنوی زیادترین ایدی که تا گرفتین تا بیاتان است کی برتان داده بود؟ یک ایدی بسیار خوب گرفتم که شوهرم برام گرفته بود اما چله نامزدیم گم شده بود بعد از او بر ما یک دید بله باز یک چله دیگه درست کرد بسیار یک سپرایز خوب کرده بود برام گفت تشویش نکن من هستم هم متاسفانه که فعلا نیست خدا رحمتشان کنه اما خاطرهای از او روزایی که میشه به یادم میآید. چلا شاید نگاه شده باشه حتما چلا دستش اون چلا است که بهترین توفیه زندگی است که فراموش نمیشه. ایدای سیاسی خوبتر است یا ایدای با مردم باشی و عادی باشی سیاست؟ ایدا همیشه اجتماعی باشه در بین مردم باشیم سیاست به جای خودش فعلا در افغانستان باور کنین که مردم اونقدر طرفدار سیاست نیست از که سیاست بیخی گفته مردم ناراحت ساخته سیاست هایی که اصلا برای مردم خوشایند نیست سیاست به افغانستان یک پروژه شده فعلا مردم نمیتونه که به مو خیال خوابی که تصمیم دارن زندگی کنن نمیتونن یعنی هم کسایی که سیاسی هستن اشخاص سیاسی هم هستن و هم از همین سیاست بعدشون من خودم یک خانم سیاست مدار هستم یگانه کاندید زن بودم در ریاست جمهوری باور کنین بعد از او در پارلمان بودم که دوجا ما بسیار جفا شد میفهمین که بسیار پول و پیسه و اینا در پارلمان مردم دادن ما هیچ چیز ندادیم به یکی پول ندادیم برنده نشدیم. این موضوعات هستن که مردم از سیاست بله فعلا هم معاون یک دکتر ابراهیم آجی صاحب ابراهیم علیکوزی هستم که یعنی سیاست که من در جامعه میبینم مردم دیگه فکر میکنم که هر کسی که از سیاست پرسان کنی نفرت میکنه و اید سیاسی فکر نکنم بر مردم خوشایند باشه. اید است که باید کلگی اید کنه خشونت از نباشه یک سال باشه کلگی مردم قوی پیش بره به یک صفا و صمیمیت زندگی کنه. کمترین اشخاص چیز میشه یعنی
آماده میشن، کمترین بانوان ما آماده میشن که بر ریاست جمهوری خود کاندید بکنه. دلیلی از این چی بود که خودت به ریاست جمهوری خود کاندید بکنی؟ دلیلی بود که همیشه زن افغانستان جامعه جهانی میگه بیچاره است. ما میخواستم که نقش زن در قرآن برای اینا ثابت بسازم که زن افغان قوی است و افغانستان اگر یک مادر رهبری نکنه دیگه پدر رهبری کرده نتونستن، چون که مادر دلسوز است، شاید که بتونه رهبریت کنه، شاید یک سال بیاید به گپ مادرها زیادتر بچه ها گوش میکنن دیگه. به اون خاطر ما میخواستم که نقش زن افغان به دنیا نشان بدم که ما میتونیم که ریاست جمهوری بکنیم و کار کنیم. واقعا نو هغه کوم کارونه بود چې تاسو په ماشومتوب کې ډېر ورته خوشحالېدئ چې هغه ترسره کړئ او اختر ته به بېصبرانه منتظر وئ چې کله به اختر راځي او تاسو به هغه کارونه ترسره کړئ؟ کدام کارهایی بود که شما علاقمندشان بودین که باید به این دور انجام بود؟ په ماشومتوب کې البته. دید روز اولیت می باشم خانه، دوستای من پذیرایی میکنم، روز دومیت میرم. یا باز گفتن که در خودترکی باز کدام کارهایی بود که شما یعنی به تمش بودین که وقتی بیاین ما باید این کار انجام بدیم، یعنی در خودترکی کدام خب زیاد در خودترکی که ما در این علاقمند از می بودیم، وقتی که عید میشد بی‌صبرانه کوشش میکردیم که خانه همه بریم، ماما بریم و در کوچه بعضی شیرینی ها می آمد و سر صدا می بود و یک قسم موترکا بود و دو بالا می شدیم. یعنی یک چیز بود که بسیار بر ما خوشی میداد و بی‌صبری میکردیم که مکتب نبود، رخصتی بود، کلگی ما یک جای می رفتیم ساتیری میکردیم دیگه، گودی یکای خودم میگرفتیم. حال خود ما خود می رفتیم، گودی های ما می رفت. حال خودتان چگونه، ایدایتان چگونه هستن؟ روزای اول، روزای دوم چی میکنین؟ آیا وقت پیدا میکنین که باید برای کسای دیگه برین خانهشون، یا اینکه مراجعین یا هم دوستان یا هم اما علاقمندان زیاد هستن که میاین خانهشون؟ دوستان میاین خانه ما زیاد علاقمند ازی هستم که 3 روزی با اولادایم باشم که اولادایم بسیار پشتان دق شدیم و همیشه یک جایی باشیم و یک عیدی بسیار خوب باشه، با یک صفا و صمیمیت با دوستایم زندگی کنم. هم برم هم بیاین و هم امرای اولادایم یک جایی باشه. و چند اولاد دارین؟ آیا کدامش نامزاد هست؟ ایدی آوردین یا ایدی بردین برایشان؟ ما 3 اولاد دارم. یک دختر دارم که دخترکم عروسی کرده، 2 بچه دارم، بچه‌م یکیش عروسی کرده، 2 بچه داره، یک خانمش است، بچه خورده هنوز عروسی نکرده دیگه. تصمیم داریم که در عید آینده بخیر رام. و خودتون از ایدی گفتیم که چقدر براتون ایدی می آوردن و چقدر خوش می شدین؟ اگر نمی آوردن باز چی حالا مینداختین سرشون بیچاره؟ سرکی سر نامزادتان؟ نه دیگه این بسیار گپایی که سر نامزاد و قلن و یکان چیزایی که در فعلا در افغانستان است، این گپا سابق یک ذره کمتر بود. هرچی می آوردن شکر میکردیم میپوشیدیم. اما حال دیگه حال باید چند جور کالا باشه و دیگه شیرینی باشه و حتی طلا باشه. واقعا آجره را میگم بچه را غرق نکن، خیر است دیگه باشه و بیچاره نظری جیم برای وقت آجان بسیار دختر خوب است، انشالله غرق نمیکنه. واقعا ما یک گیم داریم با شعر شاعری این چیزا چی رقم هستیم؟ خوب هستیم قدر نه. دوران مکتب خوب بزور سرتان میخواندم. بله. اوکی ببینیم که برای شما چی میبرای؟ شعر میبرای یا هر چیزی میبرای دیگه توپه شماست. ایدی میبرای. اوه شما برای ما ایدی میکنید. خب چی بتون برد؟ وقتا میگفتیم که واقعا که ایدی را با خود شما برای ما ایدی میتن، من چرا به شما ایدی بتون؟ عموما چون کتان هستن. نو مونږه مخترع ورته په نظر کې نیولای کولای شي چې د میوه څخه استفاده مو وکړو. همدا مخترع دی د برنامې نه وروسته ما ایدی را در اینجا ماندیم و شما ایدی برای ما میکنید دیگه. اوی هم شانس هست. خب انشالله براتون روان میکنه. و عموما ایدی وقت خود تخم بود، گندم نمی کردن، بله یگان چیزای دیگه بود که 3 برنگ میکردن، در چوبکا میماندن، در کوچه شیرنی را در گرد چوب میپیچاندن، مرغکا جور میکردن.
حال بود چی دیگه. هستن اومد حال دیگه یو پیسه آره دیگه همون سوپای چتل از دادن کوچک مردم نمیدم چون سوپ چنگه از خلاص سوپ میتن دیدی دی ماشومان لپاره البته ماشومان. ویدی بله هر کسی که ببینید در دستش یک گلاس سوپ است آفرین. سابق و خوشی و سعادتی که سابق بود فعلا من نمیبینم در بیرون. با امید موفقیت شما خوش شدیم واقعا با شما صحبت ها هر قدر زیادتر بکنیم با اون قدر شیرین‌تر و خوبتر میشه دیگه مهمان ها هم داریم امید که شما هم روزی به آرزوهایت برسین آرزوهای شما سربلندی بانوان افغانستان است من یقین دارم ان شاءالله که نیتتان پاک است و شما را در یک مقام بلندی ببینید. تشکر جهان سپاس از پذیرایی شما ما هم انتظار هستم که خانه ما بیاییم بخیر ایدی تا را دموجه بگیریم ما و جرجان میاییم بخیر خانه و از اینجا باید ایدی و برای نوازهای شما ایدی میتیم و از شما ایدی میگیریم. سلامت باشین. سلامت باشین. خوش شدین. بسیار سپاس. تاسو هم ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو را سره وکړله اوس هم یې ولنډه ده ما د مې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ نور مېلمانه به هم را سره